سلام نازنینم. امروز قراره با همدیگه این کار فوق‌العاده زیبا رو بدون هیچ کاتر و قالبی با همدیگه درست کنیم. کفش روزک‌ها و برگ فوق‌العاده زیبا و طبیعیش. برای درست کردنش احتیاج داریم به اینکه این الگو رو درست کنیم. من این کار رو تو 2 سایز درست کردم که سایز بزرگترش یک مستطیل 6 سانت در 7 سانته. برای الگوی بزرگتر، برای الگو کوچیکتر یک مقداری دور تا دور 1 سانت باید کوچیکتر باشه، یعنی 5 سانت در 6 سانت استفاده کردم. دور تا دور کارم رو میچینم بچه‌ها. از وسط نصف کنید مستطیلتون رو. ما برای کارهایی که الگو میکشیم همیشه کارها رو قرینه کار میکنیم. اول از همه انتهای ساقه برگمون رو ببینید، کشیدم به همین حالت و حالا هلال برگ رو میکشم. برای کشیدن الگوها بچه‌ها اگه به مشکل میخورید یا طراحیتون خوب نیست هیچ ایرادی نداره. ببینید من طبق قوانین دارم بهتون میگم که مستطیل رو به این حالتها در بیارین، با چند بار آزمون و خطا قطعا کارتون درست میشه. این سایز بزرگ الگو، اینم سایز کوچیک الگو. حالا دور تا دور کار رو به این حالتی که دارین میبینید نقاشی میکشم. کناره های کار رو هلال میکنم، هم روی الگو هم زمانی که دارم کارم رو برش میزنم روی خمیر. 2 طرف رو به این حالت درست میکنم و با قیچی شروع میکنم به برش زدن روی خطها. خیلی دقت کنید بچه ها، گوشه و زاویه نداشته باشه، برشاتون تمیز هلال باشه. خیلی برش زدنش با کاتر راحت و ساده است این مدل کار. بچه ها لایک یادتون نره، کامنت بذارین، نظراتتون رو برام بنویسین و به هم بگین دوست دارین چه کارهایی رو بهتون یاد بدم. این نمونه‌ای که دارین میبینین امروز آموزش دادم، به درخواست یکی از شما عزیزان درست شده. حالا که همه قسمت ها رو برش دادم، کارمون آماده است، الگو آماده است که کارمون رو برش بزنیم. ولی قبل از اون باید خمیرم رو رنگ کنم. ببینید بچه ها، من خمیری که استفاده می کنم خمیر بیرنگم برداشتم، رنگ سبز شماره 11 و یک مقدار زرد بهش اضافه کردم. اگه زردتون شماره 8 بیشتر بزنید، اگه زردتون شماره 13 کمتر بزنید. یه همچین رنگی بهم میده که میخوام تیره تر باشه، پس به سبز شماره 37 اضافه میکنم. تمام رنگ ها، مارکشون، این که چه رنگ های خوبه، همه رو کامل داخل ویدیویی که اینجا براتون لینکش رو قرار میدم. خمیرم رو به ارتفاع 2 چوب بستنی پهن کردم. اضافی خمیرم رو میگیرم که هوا نخوره و داخل پلاستیک میذارم. کاترم خمیر بهش از قبل خشک شده. نگاه کنید قسمت هایی که خمیر خشک شده رو جدا میکنم. بچه هیچ وقت اجازه ندین که خمیر روی کاترتون خشک بشه. نگاه کنید کاتر من رنگ سیاه شده به دلیل اینکه خمیر رطوبت داره و این رطوبت باعث خرابی تیغ کاتر من شده. دور تا دور کارم رو طبق عکس برش میزنم. حتما سر کاترتون رو اگه خمیر چسبید خمیرها رو همینطور که میبینید جدا میکنید. وازلین هر دفعه‌ای که کاتر رو بلند میکنید وازلین میزنید و حالا قسمت هایی که چین خوردن موقع برش با کاتر رو با وازلین دور تا دور کارم رو میخوابونم و اون چین ها رو برطرف میکنم. میخوام تیزی لبه ها از بین بره. اگه قسمت هایی موقع کار با کاتر ناصاف شده، با استفاده از قیچی اون قسمت ها رو مرتب میکنم. حالا میام سراغ ادامه کار. کاترم رو باز هم وازلین میزنم. برای در آوردن این قسمت ها بچه خیلی ساده است. وقتی که میخواین قسمت هلالیش رو برش بزنید، کاترتون رو عمود میگیرین و اون قسمت هلالی رو برش میزنید. وقتی که میخواین به پهلو برش بزنید، کاترتون رو تمیز روی سطح زمین میخوابونید که خیلی قشنگ برش بخوره. بچه ببینید این برش ها با کاتر ایجاد شده و اینقدر زیبا در اومده. حتما خمیری که استفاده میکنید یک مقدار سفت باشه. خمیر شل برای این کار مناسب نیست. حالا ابزار شماره 11 ما سرش رو وازلین زدم و حالا لبه هایی که با کاتر برش زدم رو نگاه کنید، ذره ذره تمیز میکنم. میخوام اگه ناصافی روی این قسمت ها هست از بین ببرم و با دست و وازلین اون تیزی قسمت ها رو میگیرم. گوشه های کارمون هنوز هلال ندارن. نگاه کنید همه گوشه ها تیزن. ذره ذره تیزی لبه ها رو با قیچی میگیرم، با پشت ناخن و روی ناخن این قسمت ها رو تمیز گردش
تلاش میکنم که کارمون واقعا تمیز بشه. برای این دوتا قسمت نگاه کنید، جاشون رو از روی الگوم مشخص میکنم و حالا با این ابزار قاشقی که تو ابزار فوندانت 13 تاییمون هست و قبلا بهتون تو این ویدیویی که لینکش رو اینجا میذارم آموزش دادم بهتون، با استفاده از اون درست مثل همین روغنی که الان تو تصویر دیدین و آموزش و داخل آموزش مینیاتوری ها بهتون یاد داده شد، این قسمت ها رو گود میکنم. اگه دیدین خمیر اضافه، از قسمت پشت خمیرهای اضافه رو برش بزنید که کارتون تمیز بشه. حتما ابزار قاشقتون ها، همین ابزاری که دستمه، حتما سرش رو وازلین بزنید و بعد این کار رو انجام بدین که لبه های کارتون واقعا تمیز و زیبا بشه. بچه این کار قالبش تو همه خرازی ها موجوده، ولی دستاس بسازن خب خیلی بهتره. نگاه کنید چقدر کارمون زیبا شد، خیلی سریع این کار درست میشه. و حالا میریم سراغ خشک کردنش. ببینید میخوام حالت هلال برگ رو داشته باشه. دور تا دور کار رو دستمال کاغذی میذارم به گونه ای که وسط برگم روی سطح زمین باشه، دور تا دور لبه ها روی دستمال کاغذی و حالت ارتفاعش حفظ بشه، زمان میدم خشک بشه. حالا برای درست کردن کفش روزکم یک اشک درست کردم، پهنش میکنم همینطور که میبینید داخل دستم. میخوام دقیقاً اندازه وسط برگمون باشه. وسطش رو یه خط میندازم با استفاده از چاقو، سر چاقوتون تمیز باشه، خط دقیقاً وسطش بندازین و حالا قسمت بالاش رو برش میزنم. برای قسمت چشمش هم دقیقاً یه بیز درست میکنم، دوتا لباش یک مقدار نازکتر میکنم، یک طرف صافه یک طرفش هلاله و حالا این قسمت میچسبونم با چسب چوب، محکمش کنید. برای کفش روزکی که سیاه درست شده و بالهاش باز شده، اون هم دقیقاً به همین صورت درست میشه. اگه میخواین کفش روزکتون گرد باشه، تخت نباشه، مقدار بیشتر خمیر بردارین و خیلی نخوابونین کف دستتون. برای بالهای کفش روزکی بازه، 2 تا گلوله خمیر قرمزم رو برمیدارم، زیر پای مبلی هام رو هر دو طرفش رو با وازلین چرب میکنم و پهنش میکنم. کفش روزک سیاه هم رو ببینید دقیقاً مثل اون قرمزی که الان درست کردیم درست میکنم، یه اشک، فقط وسطش رو خط نمیندازم. دایره رو دقیقاً از قسمت وسط رو به پهلوها قرار میدم. اون یکی هم دقیقاً از قسمت وسط، 2 تا بالها نباید روی همدیگه قرار بگیرن، باید از کنار قرار بگیرن. قسمت پشتش که اضافی داره این رنگ قرمزمون بال کفش و زکمون رو میگیرم، قسمت بالاش رو هم برش میزنم و حالا قسمت سرش رو وصل میکنم. با استفاده از رنگ اکریلیک میتونید از ماژیک سیاه هم استفاده کنید، ولی رنگ اکریلیک به خاطر برجستگیش کارتون تمیزتر میشه. و حالا رنگ اکریلیک میزنم. بچه این کار مناسب برای مگنت، مناسب برای تاپرهای فوندانتی که فوق العاده جذابه و این کفش دوزک ها کلن برای همه مدل عروسکی واقعا زیباست. لایک و کامنت یادتون نره. چشمای عروسکم هم میذارم و حالا به هر صورت که دوست دارم روی برگ سبزم کفش دوزک هام رو میچسبونم. کار ما به آخر رسید. ممنونم از نگاه زیباتون. آموزش خمیر، معرفی ابزار و وسایل، رنگ ها، حتی نحوه اسپری زدن، همه چیز کامل داخل چنل بهتون یاد داده شده.